ما اگر یک زن دکتره ما با لباس و قیافه اسلامی با حجاب اسلامی بهترین دکتره شود، در خدمت این ملت قرار بگیرد، حجاب ستیز نباشه، عفت ستیز نباشه، فرهنگ اغیار را بالای خود تطبیق نکنه، ما ضرورت داریم. اما با واقعیت بگو ای ملت، جوانی که در داخل دروازه اون مکتب میشد اگر ریش می داشت مورد انتقاد قرار می گرفت، اگر لنگی می داشت مورد توهین قرار می گرفت، اگر زن با حجاب اسلامی می آمد و توهین و تحقیر می شد. پس نباید ما در نظامی که به هزارها و به لگها خون حفاظ کرام و علمای دین و بهترین فرزندای اصیل این سرزمین به خاطر عفت و حجاب تو ریخته، ما او تو مکاتب باید اجازه بده امارت اسلامی. دوستای عزیز، گفتم در مکاتبی که در زیر بیرق این نظام دست نشانده دنیای کفر بود، جز تحقق اهداف و افکار و نظریات غربی، جز پیاده کردن فلسفه حیاتی و زندگی غرب گونه، جز اشاعه فساد اخلاقی و عشقبازی پسر و دختری جوان، دیگر چیزی دیده نمیشد، جز پخش و نشر فحشا و بی‌حیایی، جز اشاعه، جز فاصله گرفتن جوانان از فرهنگ زیبای اسلام، جز بیگانه شدن جوانان از ثقافت و ارزش‌های اسلامی، دیگر چیزی دیده نمیشد. دوستای عزیز، امارت اسلامی به هیچ وجه مخالفی علوم عصری مروجه روز نیست، اما مخالف برنامه‌های غربی است.